به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به سرویس خبری ساعت 5 عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 میزان سال 1400 هجری خورشیدی و 20 اکتبر سال 2021 میلادی است. در ابتدا هم سرخط خبرها. مسکو امروز میزبان نشست در رابطه با افغانستان است. طالبان خواستار به رسمیت شناختن حکومتشان شدند. بیجا شدگان در کابل با وضعیت بد روبروند. عدم دسترسی به خدمات صحی و آب پاک شمار اطفال را به کام مرگ رسانده. و کشته شدن 10,000 کودک به سبب جنگ ها در یمن. تفصیل اخبار. با محوریت روسیه نشست مسکو بدون اشتراک امریکا برگزار گردید. در این نشست جهانی طالبان از کشورهای اشتراک کننده خواستار به رسمیت شناختن حکومتشان شدند. هیئت طالبان به تمامی کشورها اطمینان دادند که خاک افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست و اجازه نمی‌دهند که خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده شود. معاون رئیس الوزراء امارت اسلامی در سخنرانی خود گفت که منزوی کردن افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. در همین حال روسیه گفته است که حکومت طالبان بدیل ندارد و باید به تعهدات خود عمل نماید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد گروه‌های داعش و القاعده ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست که برای گروه‌های تروریستی اجازه ندهند که خاک افغانستان را بر ضد کشورهای همسایه و منطقه استفاده نماید. شهر کابل امروز شاهد یک انفجار ماین بود. این انفجار صبح امروز در منطقه چهارراه دمزنگ رخ داده که بر اثر آن 2 طالب زخم برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخله در این رویداد زخمی شدن 2 طالب را تایید می‌کند، اما یک منبع امارت اسلامی به شمشاد گفته است که در این انفجار 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته است. تا هنوز مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. اینجا ساحه دمزنگ است، جایی که ده‌ها تن در ایستگاه موتورهای شهری ایستاده می باشند. طالبان که در اینجا یک چک پوینت داشتند صبح روز چهارشنبه مورد حمله مانی دستی قرار گرفتند که از اثر آن 2 طالب زخمی شدند و به افراد ملکی آسیب نرسیده است. سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که افراد ناشناس یک ماین دستی را به سوی طالبان پرتاب کرده و ساحه فرار کردند. این انفجار که مسئولیت آن را تا هنوز گروه بر عهده نگرفته است باعث نگرانی مردم کابل شده است. طالبان کولای شي چې دا ستونزه په خپله حل کړي. هغه په دې مفهوم چې دوی باید د کابل ښار د امنیتي کمربند کنټرول په جدي توګه تر خپلې څارنې لاندې وساتي، تر څو د داعش تروریستي غړي او نورې تروریستي ډلې ټپلې ونه کولی شي چې د کابل ښار ته راننوځي او دغه ناورینې ترسره کړي. او زه مطمئن یم چې د طالبانو په لیکو کې د داعش غړي عمدن و قصدن ځای په ځای شوي دي. اما یک منبع امارت اسلامی به شمشاد گفته است که در این رویداد 1 فرد کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته است، چیزی که وزارت امور داخله آن را رد کرده است. این حمله شهریان کابل را نگران ساخته و از مسئولین تامین امنیت می‌خواهند. در افغانستان امروز بعد از 2 دهه معاصر جنگ شدید بزرگترین چالش امنیت است، به شمول امنیت اقتصادی و مشروعیت که قدرت مستقر در کابل مشروعیت کافی پیدا کنه. وزارت امور داخله نوعیت این انفجار را ماین دستی یاد کرده، اما شاهدان یعنی میگویند که این انفجار از اثر مواد جاسازی شده انفجاری بوده است. سیاسیون فرار کرده از کشور در موقف نیستند که حکومت بیرون مرزی را تشکیل دهند. کارشناسان میگویند که حکومت‌های بیرون مرزی نتایج خوب نداشته است و تلاشات در این راستا بیجا است. تحلیلگران بر یک تعداد سیاسیون و مقامات پیشین انتقاد دارند که مردم را تنها گذاشتند و حالا بیرون از کشور بود و باش دارند. با باور آنها این مسئولین پیشین افغان در موقف اخلاقی هم نیستند که تشکیل حکومت بیرون مرزی را دهند.
حکومت بیرون مرزی در هیچ جای دنیا نتایج مثبت نداده است و حالا اگر مقامات سابق افغان که متواریان هم اگر تشکیل حکومت دهند سودی ندارد. کارشناسان میگویند که آنها مردم افغانستان را در تحولات بزرگ تنها گذاشتند و با فرار از کشور آن موقف اخلاقی را هم از دست دادند که تشکیل حکومت بیرون مرزی دهند. د خلکو د افغانانو څنګ نه تیښته انتخاب کړه او دوی په داسې اخلاقی موقف کې نه دي چې دوی د جلاوطن حکومت تشکیلولی وشي. په دنیا کې ځای کې جلاوطن حکومت نتیجه نه ده ورکړې، پایله نه ده ورکړې، خو که چیرته استثنا چیرته پایله ورکړې هغه ډیر زیات قوي اخلاقی موقف لرلی، لکه د فرانسې جلاوطن حکومت هغه وخت کې په انګلستان د ځای کې و د هټلر د لاسه و. نو زه فکر کوم چې دوی په ډیر زیات بد اخلاقی موقف کې دي، خلکو د دوی نه ډیر زیات نفرت دی، دوی په دې حد کې نه دي چې داسې یو اقدام دی. یک تعداد بر این عقیده‌اند که مقامات و سیاسیون حکومت پیشین که حالا بیرون از کشورند تلاش دارند تا با تشکیل حکومت بیرون مرزی یا مقاومت به سرمایه‌های منجمد خود برسند. دوی غواړي چې یو نوع په قدرت کې داخل واوسیږي او کوشش دي دا کوي چې دوی دلته سرمایه باندې دي، دلته جایدادونه دي. شماری از تحلیلگران این مقامات را تشنه قدرت می‌دانند و انتقاد دارند که به خون ملت به خود زندگی ساختند و حالا ملت را تنها گذاشتند. دا د قدرت ټیکاداران دي، دا د قدرت تیږي دي، دغه ملت ویني په دغه کلونو خوړلې، دغه پیسې دی تاراج کړلې، دغه ملت چور ک او دی ولس دلته نه درلوده، کدی درلودل دی به تختیدل نه، دی به دلته پاتې او دی به دلته جای درلوده. استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، محمد محقق، کریم خلیلی و یک تعداد سیاسیون دیگر حکومت پیشین در خارج از کشور جبهه را به نام مقاومت اعلان نمودند، اما حالا گفته می شود که این افراد به رهبری محمد حنیف اتمر و معصوم ستانکزی تلاش تشکیل حکومت بیرون مرزی را دارند. یک شرکت هوایی خصوصی افغانستان اجازه پروازهای خود را از کابل به کشورهای خلیج دریافت نمود. مسئولین شرکت هوایی کامیر میگویند که اولین پروازشان از کابل به ابوظبی است و در کنارش با ترکیه هم گفتگوها جریان دارد تا زمینه پروازها مساعد گردد. از سوی دیگر مطبوعات امارت اسلامی میگوید که تاکنون به پروازهای جهانی زمینه سازی نشده است، تنها پروازهای اختصاصی صورت میگیرد. بعد از حاکمیت امارت اسلامی به افغانستان برای اولین بار یک شرکت هوایی خصوصی اجازه پروازها را به کشورهای خلیج به دست آورد. مسئولین شرکت هوایی کامیر میگویند که اولین پرواز به روز چهارشنبه به ابوظبی صورت خواهد گرفت و بعد از این به کشورهای دیگر هم گفتگوها جریان دارد تا پروازها انجام شوند. متاسفانه مشکلاتی که هست در بعضی از کشورها ما اجازه پرواز نمیتن. کشورهایی که اجازه پرواز دادن ما شروع کردیم به پروازهای خود، مثلا پاکستان و این قریب روز چهارشنبه پرواز داریم به ابوظبی. تیکت پاکستان یک طرفه $400 و همچنان پروازهای ابوظبی شروع تیکت‌های ما از 550 شروع میشه و بالایش تا او محدود میباشن، او تیکت‌های بالایش، اما عموما 550 پس. شرکت یاد شده میگه که به زودترین فرصت پروازهایشان را از کابل به تاشکند و ترکیه هم آغاز خواهد کرد. من قریب اجازه ترکیه را میگیریم و در ازبکستان هم وزیر صاحب اوانوردی افغانستان امرای وزیر صاحب اوانوردی ازبکستان ملاقات کرد و ملاقات ما نشسته بودم که در قسمت پروازهای کامیر یا موافقه کردن ان شاء الله قریب پروازهای هفته 3 پرواز به کابل تاشکند شروع میشه. از سوی دیگر مطبوعات امارت اسلامی اضافه میکنند که پروازهای جهانی آغاز نشده و یک تعداد پروازهای اختصاصی صورت میگیرد. اختصاصی پروازونه لګڼو هیوادونو سره ستا ولی عموما کوم عادي روال د پروازونو وی چې په نورمال ډول باندې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پروازونو پیل چې هغه تر اوسه لا هم نه دي پیل شوي، ولې له ګڼو هیوادونو سره همسایه هیوادونو سره د منطقې له هیوادونو سره پروازونه شته، ولې هغه اختصاصي الوتنې دي. عمومي پروازونو په اړه باندې تر اوسه لا زمینه سازي په بشپړ ډول باندې نه ده شوې. این شرکت هوایی میگه که به پاکستان هم پروازهای خود را آغاز میکنند، زیرا در گذشته بلند بودن قیمت نرخ تیکت ها انتقاد مردم را برانگیخته بود و حالا گفتگوها جریان دارد که قیمت تیکت سفر از کابل به اسلام آباد به $400 پایین شود.
خانواده های بیجا شده از ولایت در کابل با مشکلات سخت روبروند. خانواده های بیجا شده میگویند آنان با آب پاک، نان کامل و خدمات صحی دسترسی ندارند و اطفال آنان به مرضهای گوناگون مبتلا شدند. همکارم یار محمد پرده سراغ یکی از کمپ های رفته است که صدها بیجا شده ولایت در آنجا به سر میبرند. اینجا منطقه خیرخانه سرای شمالی کابل است. در این منطقه یک کمپی از بیجا شدگان است که بر اثر جنگ ها از ولایتشان بیجا شدهاند. صدها بیجا شده در اینجا در وضعیت سخت شب و روزشان را میگذرانند. آنان میگویند با آب پاک، غذای درست و خدمات صحی دسترسی ندارند و از نرسیدن کمک نیز شکایت دارند. تا حال کسی حمایتشان نکرده است. مشکلات ما اینمی است که ما مهاجر هستیم. مدت 3 ماه 2.5 ماه شده که جا پراگنده افتادیم. چندی بار سروی شده امی کمپا، لکن از قاتش 100 خانه 200 خانه را برداشته برده، دیگه از این پشتش نگشته، میجا مانده. از وزارت مهاجرین، از ریاست مهاجرین خواهشمندیم که به داد این مردم مهاجر برسه. کسی که کار تقلب کرده او را خودتان جلوگیری کنین. زه دغه غوښتنه غواړم چې 3 میاشتې زما په دغه کم کې وشوي، نه ماته وړه راکوي څوک، نه زما پښتنه څوک کوي. دلته یو سبا مړ کېږي، بل غرمه مړ کېږي، دونه پیسې د غریبانو سره نشته چې د سبایی یا د غرمې ډوډۍ ځان ته تیاره کړي. با گفته آنها نبود سرپناه و خدمات صحی سبب شده که کودکان بسیاری از خانواده ها به مریضی های گوناگون مبتلا شوند. ما میخواهیم که ما یک چند روپیه کمک شود که این نه دوا ماشین بازاره نه اکسیژن ما میگردم بازار دوا. من همی دو کردستان دکتر ما پریزم مجبور ماندم گاز نتونستم کیلویی 80 پرکم گاز ما مردم بودن. ما میخواهیم که مقصد دیگه چوب مایل کلاو میکنه مریضی هر روز مریض همه کس میره. ولی با مشکل یک طفل سنش 7 ساله 6 ساله بود، این کم ما فوت کرد. یک دیگه که سن پخته سال بود، تقریبا 50 ساله 60 ساله آدم بود، او در اون کمپ تخار فوت کرد. این تقریبا 5 6 وفات ما اینجا دادیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هم مشکلات این بیجا شدگان را میپذیرد، اما میگوید که در جریان 2 ماه با بیش از 4000 خانواده کمک کرده و بیشترینشان را به خانه‌هایشان منتقل نمودند و تلاش دارند با بیجا شدگان متباقی هم کمک کند. چې دوی سره په خپل کلی کې په خپل ولس کې الته به دوی سره مرستې وشي، د ماغه مربوطه لارو نه چې کوم مرستې کیږي نو دوی به په خپل ولایت کې په خپل ځای کې یعنی داسې یو ژوند به ورته برابر شي، داسې مرستې به ورسره وشي چې د دوی آینده ژوند ورسره جوړ شي. این خانواده های بیجا شده در کابل میگویند که به سبب جنگ ها خانه هایشان تخریب گردیده و از بدوباش خارج شده است. به اساس گفته های اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل، فعلا در افغانستان تعداد خانواده های بیجا شده به 18 میلیون می رسد و لازم است که کمک های بشری اضطراری با آنها صورت گیرد. سینماگران افغان از بی سرنوشت بودن کارهای خود شکایت دارند. آنها میگویند که با تغییرات سیاسی همه چیز را درس دادند، فعالیت‌هایشان بی سرنوشت گردیده و نمی‌دانند که چه کنند. این سینماگران افغانستان از جهانیان می‌خواهند تا برای زنده نگه داشتن هنرشان از آنها حمایت کند. اما امارت اسلامی میگوید که به افغان فیلم مسئول گماشته شده تا بتواند در بخش دنیای فیلم فعالیت کند. بازیگران سینما در افغانستان شکایت دارند که فعالیت‌هایشان متوقف و با تهدید مواجه است. آنها میگویند که با تغییر نظام سیاسی در افغانستان همه چیز را از دست دادند. فعالیت‌هایشان متوقف است و نمی‌دانند که چی کنند. این سینماگران افغان از جهانیان می‌خواهند که به خاطر زنده نگه داشتن هنرشان از آنها حمایت کند و تنهایشان نگذارند. ما هنرمندان، فیلمسازان، سینماگران از حمایت همه جانبه کشورهای همکار که طی سالهای متمادی را زمینه رشد و ترقی ما را فراهم کردند سپاسگزاری من هستیم و صمیمانه از آنها می‌خواهیم تا این بار باز هم ما را تنها نگذاشته و توجهی برای چگونگی ادامه فعالیت‌ها داشته باشند و یا زمینه هنرمندان را فراهم کنند. ما واقعا در یک وضعیت بسیار خوب قرار نداریم، به این خاطر که ما سینماگرا البته شغل ما تخصص ما سینماست، باید از فیلم بسازیم، درد جامعه را البته خواستای جامعه را پس به تصویر بکشیم که فعلا محال است. سینمای افغان که از گذشته هم حالت خوبی نداشت حالا فعالیت‌هایش متوقف است، اما سینماگران میگویند که آرام نمی نشینند و صدای خود را تا جهانیان میرسانند.
از سوی هم سینماگران طبقه اوناس هم شکایت میکنند که در این بخش سالها آموزش دیدن اما حالا فعالیت‌هایشان به کلی ممنوع گردیده است. من که محصل سال 4 5 هنرها هستم، یعنی تئاتر میخوانم، هنر میخوانم، برای ما اجازه درس خواندن داده نمیشه. ما از امارت اسلامی میخوایم که توجه جدی بکنه در این عرصه. امارت اسلامی تازه به افغان فیلم رئیس گماشته که چگونه میتواند دنیای فیلم را روان نگه دارد، وضعیت افغانستان، رسم و رواج و در کنارش حوادث دیگر را منعکس کند. صدها تن از باشندگان ولایت پکتیا پس از مسدود شدن خدمات ویزا و بند شدن پروازها به امارات متحده عربی با مشکلات روبرو شدند. شماره بش همشاد میگوید که 6 ماه رخصتی قانونی آنان به اتمام رسیده، اما هنوز هم پروازها مسدود است و آنان توان پرداخت هزاران دلار را ندارند تا از راههای قاچاقی وارد ایران و تاجیکستان شوند. شماری از این مسافرین نیز به دلیل نداشتن پول مجبور به رفتن از راه قاچاقی ایران و تاجیکستان می شوند که با آزار و اذیت نیروهای سرحدی در این کشورها مواجه می گردند. صدها تن از باشندگان ولایت پکتیا پس از مسدود شدن خدمات ویزا و بند شدن پروازها به امارات متحده عربی با مشکلات روبرو شدند. شمار از باشندگان ولایت پکتیا که ویزای کاری امارات متحده عربی را دارند میگویند رخصتی های 6 ماهه آنان به پایان رسیده است، اما نمیدانند سرنوشت ویزای آنها چی خواهد شد. میگو میاشتې کېږي چې دوبۍ نه راغلي یو، دلته اوس د پروازو یې لوسه بند پاتې یو. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا موږ ته دا زمینه برابره کړي چې د ټکټونه پروازونه خلاص کړي. شپږ میاشتې کېږي چې موږ دلته راغلي یو او اوس پروازونه نه باندې د دوبۍ مسافر یو، او که چېرته دغه پاسپورټونه خلاص شي نو موږ غټه ستونزه به خدای حل کړي. این مسافرین که به دلیل بیکاری در امارات متحده عربی مزدوری میکنند میگویند آنان توان پرداخت هزاران دلار را ندارند تا از راههای قاچاقی به ایران و تاجیکستان بروند. ویزا مو د 28 تاریخ نه دغه لسم میاشتې کوم د ختمه دو نو کېدای شي موږ چانس پیدا نشي لور شو. می چې کله ازبکستان په ایران کله سو موږ تل سوا 2000 خرچا کېږي دلاره. او دغه واسي څوک نه لري دا چې طالبان یو زمينه برابر نه کوي، ټول خلک بجوت مشکل جوړ شي. شماری از این مسافرین نیز به دلیل نداشتن پول مجبور به رفتن از راه قاچاقی به ایران و تاجیکستان می شوند که با آزار و اذیت نیروهای سرحدی این کشورها روبرو می شوند. مسافر ټول باند پاتې دي، ډیر اکثره مسافر لاړه په تاجیکستان، ډیر په ایران لاړه، هغه ډیر زورول کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، ویزې نه ورکوي. تقریبا موږ باندې والانو د 15 ورځې کیږي په کندهار کې پراته دي. در همین حال پس از گذشت چند ماه شرکت کامیار وعده کرده است که روز چهارشنبه پروازهایش را به امارات متحده عربی از سر میگیرد. چند گزارش کوتاه دیگر. امارات اسلامی گفته است که در مذاکرات به رهبری زلمه خلیلزاد با دو اداره امریکا پیشرفت خوبی داشتند و توقع دارند که با تام ویس نماینده جدید هم خوب به پیش بروند. وزارت امور خارجه امارات اسلامی افزوده که با عملی ساختن مکمل توافقنامه دوحه رابطه هر دو حکومت عادی خواهد گردید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان از سمتش برکنار و به جایش معاون او تام ویس گماشته شده است. امریکا میگوید که پولهای منجمد شده افغانستان را به زودی آزاد نمی کند. والی ادیمو معاون وزارت امور مالی امریکا می افزاید که با آنها این موضوع خوب معلوم می شود که محدودیت های وضع شده بر طالبان را نگه دارند. ادیمو در مجلس سنای امریکا حین سخنرانی گفت که آنها کمک های بشری مشروع به افغان ها را دوام خواهند داد، اما میلیاردها پول منجمد شده افغان ها را نخواهند داد. ادیمو همچنان گفته است که با تمام محدودیت های وضع شده بر طالبان حاضران اقدامات را انجام دهند که کمک های بشری به افغانستان برسد. این در حالی است که امارات اسلامی و افغان ها بار بار از امریکا خواستند که پول های منجمد شده افغان ها را آزاد سازند، اما امارات اسلامی همیشه گفته است که به امریکا سرخم نخواهد کرد و نه فرمایشاتش را خواهد پذیرفت. ریاست امور خارجه در ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. به رهبری حاجی محمد موسی، هیئت که سوی وزارت امور خارجه به ننگرهار رفته ریاست امور خارجه این ولایت را افتتاح نمود. این ریاست در چوکات فعالیت های خویش به مردم خدمت رسانی خواهد نمود.
44 تن از مکتب نظامی طالبان در هلمند فارغ شدند. دفتر مطبوعاتی والی هلمند میگوید 44 تن از لوای 4 سرحدی که به مدت 3 هفته تعلیمات نظامی دیدند فارغ گردیدند. به گفته مسئولین این نظامیان تازه فارغ به زودی برای خدمت به مردم به کار گماشته خواهند شد. گفته می شود آنان تعلیمات لازمی را در بخش‌های گوناگون نظامی آموختند که می توانند وظایفی که به آنان سپرده می شود را به درستی انجام دهند. با تشکر از شما و همکارانم رسیدیم به پایان سرویس خبری ساعت 5. وقت بخیر. خداوند نگهدار.